سلام بچه‌ها، چطورید؟ امشب دارم میرم بیرون، گفتم بیام با شما آماده بشم. بعد از پوست تمیز مرطوب کننده. بچه‌ها ژل ابرو رو همون اول بزنید. چون که اگه بذارید آخر میکاپ به ژل ابرو بزنید ابروتون کثیفه و خیلی بد میشه، اما اول بزنید خیلی بهتره. بعد میریم سراغ کرم پودر. من اینجوری راحت ترم که اول به دستم میزنم بعد به صورتم. بچه بعد از این کرم پودر رو قشنگ بلند کردیم میریم سراغ کانسیلر. اگه جای جوش هم داری باش کاور کن. بچه ها با پودر یا پنکیک خشکش میکنیم. بعد میریم سراغ رژگونه. من از رژگونه صورتی استفاده میکنم. بعد از رژگونه میرم سراغ لبم. اول از همه از یک بالم لب برای نرمی لب و خشکی لبم استفاده میکنم. برای رژ لبم از چیز خاصی استفاده نمیکنم، فقط از یک برق لب. و اما آخرین چیزی که استفاده میکنم ریمل. اول از همه برای اینکه موجام خیلی خوش فرم نشون بده از فرموژی استفاده میکنم، بعد میرم سراغ ریمل. بچه من اینجا اصلا از هیچ ریمل استفاده نکردم، ولی ببینید چه خوش فرم شده. بعد میرم سراغ ریمل و اسپره. اینم از میکاپ ما. از یک تا ده بهش چند میدی؟ حتما کامنت ها بهم بگو. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما این ویدیو رو لایک کن، صفحه من رو دنبال کن تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.